امیدوارم که حالتون خیلی خوب باشه. این قسمت میخوایم که آموزش اجرایی نوت چنگ رو روی ساز اجرا بکنیم. بریم که داشته باشیم. خب بچه میخوایم که نوت چنگ رو روی ساز اجرا بکنیم با میزان نمای دوچار. تعریفش این بود که میزان نمای دوچار میشه میزان ساده دو ضربی که هر ضربه ها یه دونه سیاهه که واحد بزرگ ما پس میشه یه دونه سفید. یه دونه سفید میشه دو تا سیاه و دو تا سیاه تو یک میزان و میزان بعد میخوایم خوردش کنیم، میخوایم چنگش کنیم، میشه 4 تا چنگ. گفته بودیم که چنگ اگه بخوایم اجراش بکنیم بین 1 2 3 4 یا 1 2 یه و میاریم. اگه که مثلا 2 4 میگیم 1 و 2 و، اگه 4 4 میگیم 1 و 2 و 3 و 4 و. من از سفید میخوام تبدیل کنم به چنگ. یه میزان سفید دارم، یه میزان سیاه و یک میزان چنگ. روی دینگ اجرا میکنم با شمارش 1 و 2 و 1 و 2 و سیاهش 1 و 2 و 1 و 2 و چنگش میشه 1 و 2 و 1 و 2 و. شما میتونید روی نوتا اجرا بکنید. از سفید میزنم میگیم 1 و 2 و سیاش 1 و 2 و 1 دوباره سفید 1 و 2 و 1 و 2 و چنگ 1 و 2 و 1 و 2 و دوباره سیاه. میتونید این سه تا میزان رو برای خودتون آهنگسازی بکنید، قطعه بسازید با سفید، سیاه و چنگ. 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و. درست؟ حالا میخوایم بریم سراغ ترکیب نوت چنگ با سکوت چنگ. میزان اولمون یه دونه چنگه و نوت بعدیش سکوته. موقعی که سکوت میاد به اندازه همون چنگ ما سکوت میکنیم. یعنی اگه 4 تا چنگ باشه نوت اول و سوم نوت باشه دوم و چهارم میشه سکوت. میگیم 1 و 2 و و سکوت شد اون وسط. 1 و 2 و. میزان بعد ضرب اول و دوم سکوته. میگیم 1 و 2 و 1 و 2 و. با دست چپ هم میتونه اینجا بکنین. 1 و 2 و 1 و 2 و. بیاییم حالا روی نوت اجرا بکنیم. هر نوتی که بخوایم میتونیم بزنید، فقط با این الگوریتمی که من نوشتم تمرین کنید. 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و. خب بچه ها این قسمت تموم شد. شما میتونید پس با هر دونه از این نوت ها واسه خودتون قطعه بسازید با نوت سفید، سیاه، چنگ و گرد. فقط اینکه گرد شما میتونید ضرب 4 4 استفاده بکنید، تو 2 4 نمیتونید استفاده بکنید. یادت نره لایک، کامنت فینگلیش، سابسکرایب. منو دنبال بکن.